ضمناً امروز در رده‌بندی نوی بین المللی که سطح خدمت صادقانه اداره‌های دولتی به مردم و پاک بودن آنها از رشوه‌خوری را ارزیابی می‌کند، تاجیکستان امسال در یکی از زینه‌های پایین قرار دارد. همکارم کیومرث عطا این گزارش را خلاصه کرد و در استودیو با ماست. تشکر عبدالمؤمن که این خبر را گفته. در رده‌بندی نوی سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال امسال تاجیکستان 4 زینه پایین رفته است که به معنای هرچی بیشتر ریشه پهن کردن این ظهورات خطرزا در اداره‌های دولتی است. طبق آن تاجیکستان در جایگاه 162 است و این از پایین ترین زینه ها در رده‌بندی به حساب می رود. در عموم در این رده‌بندی 180 کشور است و مقام کشورهای در پایان رده‌بندی بیانگر ریشه پهن کردن رشوه‌خوری، سوء استفاده از مقام و همچنین خشونت بربازی دانسته می شود. در شاخص درک فساد اینچنین به کشورها از 0 تا 100 امتیاز دادند و امتیاز هر قدر کمتر باشد کروپسیا آنجا زیادتر است و هر قدر امتیاز زیادتر باشد از کم بودن ظهورات مذکور گواهی می‌دهد. ولی به آذربایجان از 100 امتیاز 23، به تاجیکستان 20 و به ترکمنستان 18 امتیاز داده گفتند که هر سه کشور به مشکلات سخت کروپسیا گرفتار هستند. همونطور می‌دانید عبدالمؤمن، حکومت تاجیکستان همیشه میگوید که بر ضد کروپسیا مبارزه می‌برد و قبول استراتژی نوی مقاومت با کروپسیا در سال 2021 یکی از نشان دهنده عزم قوی حکومت برای ریشه‌کن کردن این ظهورات است. ولی خبرها درباره رشوه‌گیری و رشوه‌دهی در تاجیکستان کم نشده است. خود همین روز هم 2 دادرس را با اتهام رشوه‌گیری از منصبشان راندند. کیومرث، درباره وضع در کشورهای همسایه تاجیکستان در این گزارش اشاره هست؟ مثلا درباره قرقیزستان یا ازبکستان چی گفتند؟ مؤلفان گزارش در عموم درباره کشورهای آسیای مرکزی گفتند که عقب نشینی فراگیر از دموکراسی و سست‌تر شدن نظام دادگاهی در آسیای مرکزی نظارت را بر کروپسیا مشکل کرده است، چون اداره‌های پلیس و دادستانی و دادگاه اکثرا نمی‌توانند که پرونده آنهایی را که از قدرت سوء استفاده می‌کنند، از منصب سوء استفاده می‌کنند تحقیق کرده و آنها را جزا دهند. سازمان شفافیت بین الملل میگوید که رهبران منطقه که باید ولایت قانون، حقوق و دموکراسی را مستحکم کنند، برعکس خود آنها را پیوسته هدف میگیرند. در شاخص درک فساد از وضع بد قرقیزستان گفتند امسال این همسایه کشور تاجیکستان 26 امتیاز دارد که مقام خوب به حساب نمی رود و به قول مؤلفان شاخص این کشور که یک سنگر دموکراسی با جامعه مدنی پر جنب و جوش در آسیا مرکزی بود به یک رژیم خودکامه تبدیل یافته است. برعکس کشورهای دیگر منطقه، ازبکستان امتیاز نسبتاً بیشتر دارد که بیانگر بهتر شدن مبارزه با رشوه‌خوری دانسته می شود. تشکر همکارم کیومرث عطا درباره گزارش تازه راجع به فساد و رشوه‌خوری در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گزارش میداد.